آرمان معظمی هستم از شیراز. پارسال خدمت شما کلاس میرم. کجا قبول شدی؟ ناحیه 3 شیراز دسته. یعنی من میگم وقتی الکی خسته نکنید خودتون رو، تو تجربه کردی اینو یا نه؟ بله، مثلا بعضی از دوستان 2-3 تا کلاس میرفتن، ولی من فقط با کلاسای شما خیلی خوب تونستم قبول کنم. همه وقتی که آمار قبولی شما رو دیدن و دیدن که چقدر شما قبولی دادید، همه مطمئنن که شما سوالا رو داشتید و به شاگردان خودتون سوالای تیزشان رو میدید. You serious? آیا شما چنین چیزی دیدید اصلا؟ نه والا. نه. دوستا که هست. عالی نه. مشکلی نداریم. ما اینو داریم میگیم و باید هم بیاد. وقتی ما داریم که سوالای روز دنیا رو ترجمه میکنیم، به نظرتون نباید از اینا مشترک بیاد؟ حتما باید بیاد. حالا یه سالی میشه شما کارتون رو بلد بوده که تونستید اینقدر قبولی بدید. نه، ما نمیگیم تعدادمون زیاده، درصدمون زیاده. شاید خیلی اصلا تعدادشون از ما زیاده قبولیشون، ولی درصدشون 10%، 20%. کسی که ببخشید 2000 تا دانش آموز داره 200 تا قبولی بده میشه چقدر؟ 10%. ولی کسی که 200 تا داره میده مثلا 120 تا چه 62%، 60%. حدود این. حالا ما 124 تا بودیم. سابسکرایب یادت نره. به جرات میتونم بگم که کلاس آنلاین شما با حضوری هیچ فرقی نداره. شما این انرژی رو میگرفتید یعنی کاملا. بعد کلاس شما کلاسی بود که اصلا خوش نبود، که فقط بگید رد شید، همش شوخی میکردید و سعی میکردید که ما رو شاد کنید و جو کلاس خوب باشه. سعی میکردم که شما رو تو کلاس نگه دارم. مطالبی که بهتون میگم رو شما بتونید که برای ادامش اون انگیزه و اون عشق و علاقه رو داشته باشید که برای ادامش بشید. خب این مهمترین اصل آموزش در 2025 در دنیا. ما تو مدرسه هر کسی هم که با شما کلاس میرفت قبول شده. همه کسایی که تو مدرسه ما با شما کلاس میرفتن قبول شده. ما مثل تبریز، شهر شیراز قبولیمون خیلی امسال حتی نسبت به سال قبلم بیشتر بود درصد قبولیمون و خیلی عالی شد. خدا رو شکر. آریا، وقتی آیدین استوار بشنوی چی میگی؟ چی به ذهنت میاد اولش؟ یه جایی گفتن آیدین استوار، چی به ذهنت میاد؟ انرژی خیلی زیاد که شما منتقل میکنید. خدا رو شکر. خدا رو شکر. ما همایشتون رو که تو شیراز آخر سال برگزار میکنید منتظرمون هستم که حتما بیام. ایشالله کارگاه تستری شما هم دعوت میکنید میایید اونجا، یه هدیه هم میدید برای بچه‌ها. خودت که تجربه امسال قبولی رو داری، به نظرت چی مهمه؟ چی رو رعایت بکنن بیشتر؟ به برنامه شما باید خیلی گوش بدن. من اولا برام خیلی سخت بود، نمیتونستم کل برنامه رو انجام بدم، ولی هرچی که رفتیم جلوتر بیشتر عادت کردم و اگه برنامه‌اش رو خیلی خوب انجام بدن زدید تو خال. ما برنامه‌مون برای قبولی در تیزهوشان گفتم توی یه لیگ دیگه است. یعنی فرزندتون تو شهر خودش بعد 3-4 ماه وارد یه لیگ دیگه ای میشه. بقیه میگن چه اتفاقی افتاده برای فرزندتون، ولی اولاش سخته. از الان میگم خیلی سخته، ولی هرچی که بریم جلوتر کامل عادت میکنیم، میتونیم کل برنامه‌مون انجام بدیم.